درود بر شما دوستان و سروران گرامی. با برنامه برگ از تاریخ هستیم. امروز در مورد یک پرونده جنایی میخوایم با هم صحبت کنیم. یک پرونده جنایی که مرتبط است با قتل‌های زنجیره‌ای، بر اساس واقعیتی هست که در کازرون اتفاق افتاده و مربوط میشه به زندگی مرتضی جوکار، یک پسر 5 ساله‌ای که پدرش رو 7 تن از مافیای قدرت در کازرون، پدرش رو که یک استخدامی، یک تک‌تیرانداز بود و برای این مافیا کار میکرد، رو جلوی پسرش در یک روز خاص به رگبار میبندن و پدرش رو میکشن و اون موقع مرتضی جوکار یه پسر 5 ساله کوچیک بوده و اون صحنه تو ذهنش میمونه. بعدها خانواده‌اش شکایت میکنن بعد از مرگ پدر خانواده، ولی دستشون به جایی بند نمیشه و نمیتونن این مسئله رو ثابت بکنن. خانواده مرتضی یک پدر و یک مادر و 5 برادر بودن که حالا پدر توسط همین مافیا کشته شده بود و مرتضی بعدها بعد از چند سال وضعیت سخت خانوادگی و اینکه مادر نمیتونه خرج خونه رو برسونه، ایشون هم مجبور میشن که از مدرسه ترک تحصیل بکنن و بیان به کمک خانواده. بعدها که خودش به سن 18 سالگی میرسه، از طریق قانون اقدام میکنه که این مافیا رو اونهایی که پدرش رو کشته بودن، از جمله رئیس مافیا شخصی به اسم هاشم بوده و اجازه نده که خونه پدرش پایمال بشه، اقدام به شکایت میکنه، اما به خاطر نفوذ مورگی این مافیا دستش به جای بند نمیشه و نمیتونه به حقش برسه، تا اینکه ایشون خودشون تصمیم میگیرن این آتش انتقام در وجود ایشون شعله میکشه و تصمیم میگیره که خودش به تنهایی انتقام پدرش رو از این جنایتکارها بگیره. به همین خاطر دونه دونه نقشه میکشه و اتفاقی رو که در سال 1362 باعث مرگ پدر ایشون شد رو ایشون بیاد بعد از سن 18 سالگی تصمیم بگیره که انتقام بگیره، بعد از مراحل قانونی که نتونسته بود ثابت کنه. به همین خاطر من بقیه این اتفاقا رو از زبان خود مرتضی بازگو میکنم، به خاطر اینکه ایشون بعد از دستگیری همه اینها رو در بازجویی ها اعتراف کرده. ایشون بعد از اینکه در بازجویی میگه وقتی که دستم به جای بند نشد و من نتونستم انتقام حق پایمال شده پدرم رو بگیرم، از اونها انتقام بگیرم، مجبور شدم که اسلحه‌ای تهیه کنم و یاد بگیرم تیراندازی کردن روش و شروع کردم به یادگیری این که بتونم انتقام پدرم رو بگیرم و شلیک کنم و شلیک کردن رو یاد بگیرم. به همین خاطر پس از این مراحل ایشون شخصی به نام ماشالله خان یا ماشالله، مردی که پدر ایشون رو کشته بود، در حقیقت از طرف هاشم ایشون مأموریت این رو پیدا میکنن که پدر مرتضی جوکار رو بکشن و این اولین شخصی بود که من ایشون رو برنامه ریزی کردم و در سال 1385 تیر ماه ایشون رو به کمک دوستانم که مخبر بودن و برای من کار میکردن و اونها رو اجیر کرده بودم، از دیوار خونه ایشون بالا میرم و به داخل حیاط میفتم و چون اطمینان حاصل کرده بودم توسط دوستان که ایشون به منزل تشریف آوردن، میره داخل خونه و در هنگام خواب که ایشون در خواب بودن، اون آقا رو به رگبار میبنده و جون ایشون رو میگیره. نفر دوم شخصی به نام حسن بوده که باعث بانی
این بوده که پدر ایشون به اون قبیله یا به اون طایفه یا به اون مافیا بپیونده. یعنی اینجور میشه گفت که همین حسن مراحل اولیه و آشنایی آقای جوکار رو با این مافیا ترتیب داده بود و بعد برای ایشون میگه من کمی کردم و ایشون رو هم در مهر ماه همون 1385 بعد از چند ماه بعد از مرگ ماشاءالله ایشون رو هم در یکی از مناطقی که باغ هستش، حالا نمیدونم این باغ ملکی بوده یا خصوصی برای ایشون بوده، حالا کجا بوده، اونجا ایشون رو به قتل میرسونه و انتقام پدرش رو هم در اونجا میگیره. نفرش سوم شخصی به نام فرهاد بوده که این آدم هم به خانواده آقای جوکار جوان از آزار اذیت میرسونه بعد از مرگ پدر، که اون رو هم میگه با کمک دوستام و با برنامه ریزی گیر آوردم و ایشون رو هم با تفنگم کشتم. بعد البته در سال 1385. اما در سال 87 دو نفر از همین مافیا تصمیم میگیرن به دستور هاشم که بیان و منو بکشن و چون من مخبر داشتم توسط مخبرها متوجه شدم که شخصهای دو نفر به نامهای داوود و شهاب برای کشتن من اقدام کردن که منتها این آقای مرتضی جوکار به اینها امون نمیده و در یک جایی به خصوص اینا رو گیر میاره و با اسلحه اینا رو میکشه، به هر دوشون رو. نفر ششم شخصی بوده به اسم رضا که از اینکه در جمع این مافیا یکی از قدرتمندترین آدم ها بوده. میگه ایشون رو تو باغ یا ملک شخصی خودش با نارنجک و گلوله کشتمش به بدترین وجه. بعد ایشون ادعا میکنه که در ادامه پرونده که دو نفر از اون اعضا که به اسم داوود و شهاب بودن، برادرشون شریف میگه بنده رو تهدید به مرگ کرد و با کمک دو نفر به نام های عبادالله و منصور برای کشتن من اومد که من پیش دستی کردم و با کمک دوستام که از محلشون اطلاع پیدا کردم شریف رو کشتم و اون دوتا دوستش رو هم زخمی کردم. و در ادامه ایشون میگن که در آخر هم سراغ رئیسشون رفت و شخصی به نام هاشم، البته ایشون چند بار به پیغام فرستاده بود که با پول بتونه ایشون رو راضی کنه که از انتقام دست برداره، یا اینکه با دختر ایشون، یعنی اون آقا راضی بوده که دختر خودش رو به این بده و کاری کنه که این آقا بیخیال انتقام بشه. ولی سرآخر مرتضی میگه که من ایشون رو جلوی مغازش گیر آوردم و به رگبار بستم و اون رو هم کشتم. یکی عجیبترین از پرونده هایی بود که نظر منو جلب کرد و من هم خواستم که با شما این رو در میان بگذارم. روزتون بخیر. امیدوارم که از شنیدن این پرونده جنایی و عجیب لذت برده باشید. خیلی ممنون. روزتون بخیر. تا برنامه بعدی.